سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب باشین. امیر هستم با یک درس دیگه از رویت. امروز قراره که دیوار رو با هم کار بکنیم و تدریس داشته باشم. سعی میکنم که تدریس به صورتی باشه که تو سریع‌ترین حالت ممکن بتونید یک پلن رو بکشید. قبل از هر چیزی ممنون میشم که با سابسکرایب کردن و لایک کردن و زدن اون زنگوله اون پایین ما رو حمایت کنید. اون زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی آپلود شد متوجه بشید. خب بریم سراغ درسمون. خاطرتون باشه سری قبلی یه سری فلور با هم کار کردیم، اینجوری بود. من رو همون در واقع پلان کار میکنم. البته الان میخوام که در واقع این فلورها رو پاک کنم و صرفا دیوار بکشم. خب این رو سلکت میکنم. یه چیزی من قبلش بهتون بگم. ببین دوستان، ما قاعدتا این پایین مثلا زیر زمین من فلور رو نمیسازم. یک کفسازی داریم روی در واقع روی فونداسیون، این زیر فونداسیونه و یک کفسازی داریم. اون فلوره در واقع یک کفسازی رو داریم لای بندش فرق میکنه. سعی میکنیم یه دونه داپلیکیت بگیریم با یه لای بندی متفاوت روی این زیر زمین داشته باشیم. چون مثلا مثال میگم اگه اینجا زیر زمینه قطعا روی دیوارا عایق داره، اینجا مثلا کفشور داره و الی آخر اون داستانه که برای زیر زمین همیشه بوده. خب من خواستم یه توضیح سریع بهتون بدم که خب اینا رو پاک میکنیم. بریم توی گراند فلور، یعنی همون این خط هم پاکش کنم. خب ببین دوستان، وال دقیقا همون جوری که ما فلورا رو کشتیم وال هم همونطوری تقریبا کشته میشه. یعنی من وقتی توی تب آرکیتکت تو قسمت بیلد روی وال میزنم، دوباره تو پراپرتیز برای من وال باز میشه. ولی وقتی شما این پایین این وال رو باز میکنید، آرکیتکت، استراکچر و فیس داره. حالا این سویپ و ریویل هم داره که حالا اینا رو توی توضیح تکمیلی بهتون میگم. حالا وال استراکچرال که میشه وال در واقع دیوار سازه‌ای. ما چون توی ساختمان‌های 1 تا 2 طبقه حالا خارج از ایران بیشتر دیوارهای حمال داریم و دیوارهای باربر هستن، چیزی به نام استراکچر مثل اینجا نداریم اکثر مواقع. حالا کاری که خودمون داریم اون طرف انجام میدیم، طراحی داره انجام میشه. حالا توی ویدیوهای بعدی میذارم. اینا اصلا سازه عملا ندارن، یعنی ماکسیموم یه دونه 2 تا ستون دارن. حالا اونم توی بحث رنوویشنه که در واقع میذارن که بخوام مثلا بار سقف رو تحمل بکنه، ولی بیشتر دیوارا به صورت باربر هستن. حالا سعی میکنم یه ویدیو بگیرم، یه دونه از پلنایی که مال خود شهرداری بوده از خارج از ایران برام فرستادن و ما با روش کار کردیم و براتون بذارم و بعد پلنی که ما کار کردیم ببینید که چه جوریه. یعنی دقیقاً دیوارا همه باربر هستن. خب پس روی وال که وای میسیم یا WA که بزنید، دوباره اینجا یک تو پراپرتیز براتون یک وال باز میشه. حالا اینجا بیسیک وال جنریک و اگر باز بکنیم میبینید که چندین تایپ دیوار هستش. حالا اکستریور و اینتریور و فوندیشن، یعنی دیوارای در واقع سازه روش داره سوار میشه، ساختمون روش داره سوار میشه. حالا جنریکا هستن و اینتریورا. این پایین قسمت کرتن وال هست که خودش حالا یه توضیح جدا داره، ولی اینا دیوارهای شیشه یا پرده‌ای هستن. یه دیوار دیگه هم داریم که اونم من بهتون توضیح خواهم داد. فعلا دیوار معمولی رو بهتون توضیح میدم که بعد برسیم به این دیوار آخریه، متال استاد و در واقع استکت وال. با این می‌بینید. حالا من این توضیح بهتون بدم، این دیگه براتون خیلی راحت تر میشه، توضیحش خیلی ساده تر. خب رو همین بحث در واقع جنریک ادیت تایپ رو میزنم. این توضیح که من هفته پیش اینا رو نرسیدم بهتون بگم، این توضیح خیلی سریع بهتون بگم. ببین بچه‌ها، یه بحث کانستراکشن داریم که توضیحاتش اینجا هست. حالا من در واقع اگر دقت کنید وقتی روی این توضیحات مثلا wrap at inserted یا at ended ends در واقع وای میستیم، میگه که مثلا چه تغییراتی میکنه. اینا رو حالا بذاریم توی کارا با هم کار میکنیم، ولی خواستم توضیح کامل روی این
جدول تایپ پارامیتر در واقع پارامتراش رو توضیح بدم. یکی نوع گرافیکشه، این کورس اسکیل فیل پترن یا فیل کالر. اینا چیزی هستش که توی ویزیبیلیتی گرافیک بعداً میتونیم تنظیمش بکنیم. یه متریال داره که با کاتگوری که الان میرسیم بهش. یه دونه چیز خیلی بامزه اینجا داره که آنالیتیکال پراپرتیسه، یعنی ترانسفر و ترمال رزیستنس، مثلا چه می‌دونم مقاومت گرمایی یا ترمال ماس یا ابزوربنس، مثلا ابزوربتنس یا رافنس. اینا مثلا در واقع توی آنالیتیکالشه. و توی مشخصات آیدنتیتی دیتا تایپ، مثلا نوع عکسشه، کیناتشه، مدلشه، کارخونهشه، تایپ کامندشه، مثلا آدرسی که اینو ساخته، اون کارخونه که ساخته، توضیحاتشه، اسمبل دیسکریپشن مثلا یا با چه کدی مثلا اسمبل شده، چه میدونم تایپ مارکشه، فایر ریتینگ مثلا مقاومت گرمایی در مقابل آتش و اینا، قیمتشه. و یه دونه هم IFC پارامتر هستش که ما اینجا زیاد باهاش کار خاصی نداریم. جدولی که می‌بینید ما بیشتر توضیحی که داریم می‌بینید تو بخش کانستراکشن هست. گرافیک هم حالا بعداً بهتون میگم چه جور که انجام میشه. قبلا توضیح دادم که با این پایین در واقع این قسمت میتونیم اینو عوضش بکنیم. خب میام دوباره یه داپلیکیت میگیرم، میزنم که حالا وال 01 که اسم براش میذارید دیگه. الان دلیلش هم بهتون میگم چرا این وال عوض میشه اسمشون. و ادیت رو میزنم. بیا بچه‌ها میین اینجاش لایه بندی میکنید. ببینید ما یه کاتگوری داریم، ببخشید یه استراکچر داریم. ببینید بچه‌ها ما اینجا یه عمل کردش به صورت سازه‌ای هست، متریالش حالا نزده، ضخامتش رو زده مثلا 20 سانت و 32 صدم، در واقع به متر زده که چون حالا در واقع قبلا تغییر داده بودیم خاطرتون باشه، روی همون داریم کار میکنیم تمپلیت رو. خب میام براش لایه میزنیم و من حالا همین رو به صورت استراکچر بهمون نشون میدم. حالا من دوتاشو میارم پایین میذارم. خب ببین مثلا اینو من حالا ما چون تو ایران آجر کار میکنیم، حالا چیزای دیگه هم هست که مثل هبلکس و عرضم به حضور شما سوفال و یه دونه دیگه هم بسازیم اون بالا. خب این ضخامت این آجره رو میذاریم مثلا 15 سانت. اوکی. خب یه تبه دیگه این بالا بسازیم و ببینیم بچه اینجا لایه های مختلفی هست: استراکچر، سابترکت، زیرسازی، ترمال ایر که مثلا میتونه یه لایه هوا داشته باشه. این ما توی مبحث 19 اینو داریم. خب و فینیش 1 و 2 و ممبرن لایر که این مثلا لایرش ضخامتش 0. حالا میذاریم ممبرن لایر، اینو میذاریم سابتریت ببخشید ضخامتشو میذاریم 2 سانتی متر و اینم میذاریم آقا و فینیش 1 اینم میذاریم 2 سانتی متر. اینه یه لایه هوا میذاریم، ترمال ایر میذاریم، ضخامتشو میذاریم 2 سانتی متر. یه دونه فینیش 2 میذاریم مثلا چه میدونم در واقع. حالا میگم چون لایه بندی ما یه ذره متفاوته، الان توضیح بهتون خیلی سریع میدم. اینو میذاریم 3 سانتی متر. خب کل ضخامت ما این بالا می‌نویسه. ببینید توتال تیکنس شده 22 سانت و 2 میل. مقاومتش بر مبنای BTU متر حساب میکنه، ترمال ماسش هم میاد حساب میکنه برای ما. پس اینا کاملا حساب شده هست و
میتونید در واقع توی آنالیزاتون هم به کار ببرید. اوکی، اپلای و اوکی. خب یه دیوار 22 سانتی برای پیرامونمون میخوایم بکشیم. باید وقتی بالا واسه من اینو زدم این قسمت روشنه. حالا من میام دوباره تو همین، چون داشتم تنظیم میکردم حدود بیرون، میام توی مودیفای و دیوار رو میکشم. دوباره دیوار دقیقاً همون وال که کشیده بودم برای ما ابزارش نشونده میشه، ولی یه کویک آپشن بار اینجا باز میشه که حالا سری توضیحات این بغل هم هست. اولا که میگه تو ارتفاع بره، گزینه دومش آن کانکتد اینجا هم هست. بشه تاپش کجا باشه؟ این تاپش مثلا تا لول مثلا 5 باشه، از گراوند تا 5 زیر زمین نرفت. میگه دیوارتون از کجا میخواید بکشید، یعنی وقت خط رو میخوایم بذارید از کجا بکشید. وال سنتر لاین باشه، کور باشه. کور همون هسته میشه بچه. هسته صرفا در وسط دیوار قرار نمیگیره، میتونه مثلا یه طرف دیوار ضخامت بیشتری داشته باشه، مثلا آجر داشته باشم داخلش 5 سال یا 7 سال مثلا نازکایی داشته باشه، بیرونش مثلا 15 سال مثلا داشته باشه، مثال میگم. پس این اون کره قاعدتا وسط نیستش. یه فینیش فیس اکستریور داره که در واقع فیس نهاییش یا تموم شدهش رو به خارج باشه، رو به داخل باشه. باز دوباره یه کور فیس داریم که میگه که حالا اون کور فیس رو به داخل بیرون باشه. من پیشنهاد میکنم که اینو بذارید روی فینیش فیس اکستریور. آفست هم بذارید روی 0 بماند. این تیک چین هم لطفا بزنید. جوین استاتوس هم میزنید، اجازه میدهید. اوکی، نگاه کنید اینم. پس حالا ما یه سری چیز داریم مثل بیس کانستنت داریم که از کجا اومده، یه بیس آفست داریم، یه تاپ کانستنت داریم و یه تاپ آفست داریم. اینا فعلا روی 0 هستش. حالا بریم توی سه بعدی بهتون میگم چه اتفاقی میفته. خب من دیوار میکشم با حالا زیاد مهم نیستیم. به این وقت دارم میکشم فیس نهاییش رو به بیرونه. ببینید این اکستندی که داره میده رو به بیرونه. میام اینجا، میام اینجا. من میخوام چیزی بکشیم که توضیح بهتون بدم. پلن نداریم، اینجا کجش میکنم. بعد میایم اینو مثلا من از دوباره اینو برمیدارم میام این تا این. ببینید خودش داره در واقع اینا رو به من میده. خب خب اینم بذارید کشتر باشه. این رو هم با این دستور انجام. خب این دیواره تو راسته هم نیستن و قرار بعدن اصلاحشون هم بکنیم. میام توی تیردی ویو و نگاه میکنم ببینم که همچین چیزی برای من کشیده. خب ما روی گراوند فلور کشیدیم. میام توی همای ایستمون و از گراوند فلور شروع شده و تا لول 5 رفته بود. خب اول از همه اینو بهتون بگم که این قسمت یه ویژوال استایل داریم. اینو لطفا بذارید روی هیدن بمونه، چون روی وایر فریم که بذارید کلی خط و اینا دیده میشه، شاید تمرکزتون رو به هم بزنه یا اون دقت عمل رو نداشته باشه آدم، اشتباه زیاد بکنه. پس میذاریم روی هیدن. این قسمت دیتیل لول کورس که خاطرتون باشه تو اون جدول بود اینجا هم هست، کورس مدیوم و فاین، که جلسه قبلا بهتون گفتم که به راحتی میتونه فاز 2 برام بکنه. خب میام روی یه دیواره وای میستم. بذاریم تو پلن بهتون نشون بدم. ببینید دیواره وای میستم، کلیک هم نمی‌کنم، تابو میزنم، همه رو با هم میگیره. چین، ببینید چین of walls or lines به صورت زنجیره‌ای میگیره. اون چینی که گفتیم در واقع اینه. خب من اینو میگیرم، دوباره میام روش وای میستم، تابو میزنم، همه رو میگیرم. اوکی.
ببینید یه بیس آفست داره زده 0. اگر بیس آفست هم رو مثلا بذارم نیم متر، نیم متر تاتش رو 5 بخشید، نیم متر از کف اون میاد بالاتر. یا اگر این رو منفیش بکنم، منفی مثلا 1 متر، منفی 1 متر میاد پایین تر. یا توی قسمت تاپ آفست مثلا منفی 40 سانت. این لازمه توی تاپ آفست پلانو بکشیم، بهتون میگم چرا لازمه این تاپ آفست رو همیشه اصلاح بکنید. خب یا این قسمت بیس رو همینطور، شاید مثلا اون پایین یه سازه‌ای داشته باشید، دیواری داشته باشید، یا چه میدونم کرسی چینی داشته باشید 30-40 سانت، بخواید این رو بیارینش بالاتر بذارین، مثلا چه میدونم 40 سانت مثلا شما بیارینش بالا بذارینش، اوکی، زیرش مثلا کرسی چینی داشته باشین، که اصولا ما کرسی چینی دیگه نداریم چون برای پیای نواری بوده تو ساختمان‌های در واقع سنتی. پس من اینو میذارم دوباره روی 0. این تاپ ها بودش. حالا تاپ لول تاپ کانستر، یعنی تاپ لولی که بهش وصل میشه، من اینجا میتونم تغییرش بدم، مثلا میذارمش روی 4. یه رو 4 وایمیسته. چرا اومد پایین‌تر؟ چون اینجا تاپ آفستمون منفی 40، اگه اینو صفرش کنم درست میشه. بیام توی گرام فلو، بریم بچه‌ها میخوام یه دیوار دیگه بکشم. این دیوار دوباره یه داپلیکیت ازش میگیرم، میخوام دیوار داخلی بکشم، دیوار 0.2. اوکی، حالا میام اینجا ادیت رو میزنم، ضخامت‌ها رو کم میکنم. حالا ضخامت‌ها رو برای خودتون درست کنید، مثلا 10 سانت، ضخامت کلی شد 17 سانت، خب خیلی زیاد است. اینو میکنیم مثلا 1 سانت، اینو میکنیم 1 سانت، مثلا درست بشه 14 سانت. و دیوار داخلی مثلا 8 بوده، نداریم همچین چیزی، ولی خب برای اینکه درست بشه من دارم این کارو میکنم. 12 سانت، اوکی و اوکی و اپلای. و دوره ببینید که اینجا سری تغییر کرد. این استرکچر متریال همونی بود که قبلا براش تعریف کردیم توی اون. اینو ببینید، بریک آجر توپر در واقع. حالا اومده گفته خب کورس اسکیلش مثلا چجوری نشون بدیم، به صورت مثلا بلک پر. حالا میگم توی ویزیبیلیتی گرافیک من توضیح حالا توی ویدیو بعدی حتما میدم که اینو یاد بگیرین. اپلای میکنم و اوکی. یه مثلا دیوار داخلی هم براش میکشم. دوباره اینم تا همون لول 5 و فینیش فیس و الی آخر. اگر دیدید این شکلیه دیوارتون، با این دکمه بزرگی بچین اسپیس بار که بزنید این برمیگرده. اوکی، و میام یه دونه مثلا اینجا میذاریم، اینم که مثلا این شکلیه. خب یه دونه از اینجا و اینجا. خب بریم سه‌بعدیشو ببینیم چی شد. یه پلن اینجوری هم کشید. البته من این دیواره بیرونمون باز دوباره به همون چین من اینو گرفتم و تاپ لولمون رو میذاریم روی 5 رو 4 گذاشته که همه توی لول بشه. خب این از این. میام تو گراوند. ببینید بچه‌ها الان اینجا تو کورسی میذارمش رو مدیوم، اون لایه بندی که براش درست کردیم نشون میده. میذارمش رو فاین و به صورت کامل تر میشه. البته اینجا زیاد چون من لایه هامون تغییر نداشته به اون صورت تغییر خاصی نمیکنه، ولی با همین راحتی میتونید اینا رو تغییر بدید. خب بذارمش روی همون کورس بمونه و خب این تا اینجا. برای چی داپلیکیت میکنیم؟ ببین بچه اگه من بخوام یه دونه چون دیوار خارجی مثلا جدا بوده، دیوار داخلی جدا بوده، اگه بخوام دیوار خارجی رو اصلاح بکنم، اگر اینجا اصلاح بکنم هر تغییری که اینجا بهش بدم فقط صرفا دیوارهای پیرامونی که من با این در واقع تایپ کشیدم
تغییر میکنن دیگه، دیوارهای داخلی تغییر نمیکنن. بنابراین حتما اون داپلیکیت رو انجام بدیم، بعد لایه سازی رو تو کنیم. مثلا من اینجا این دیواره چه میدونم یه دونه لایه‌اش ایراد داره، میخوام مثلا اصلاحش کنم. مثال میگم مثلا این لایه آخری رو میخوام پاکش کنم. اوکی، پاکش میکنم، شده مثلا 11 سانت. اوکی و اپلای و اوکی. ببین فقط این دیواره داخلی مونه که تغییر کرده، دیگه دیوار خارجی اون دست بهش نخورد. اگه این کارو نکنید کل پلانتون به هم میریزه. یعنی مثلا یه دیوار تغییر بدین کلا به هم میریزه. ولی خودش این فینیشا رو اینجا که دیوار به هم میچسبه این کارو میکنه دیگه. نمیخواد مثل اتوکد تیریمش بکنید و چه میدونم این خطا رو بردارین و برک بکنید و هزار کار دیگه، نیازی بهش نیست. پلانتون رو میتونید مستقیما توی رویت بکشین، میتونید مستقیما توی اتوکد بکشین و بعد بیارین تو رویت از روش بکشین. هیچ فرقی نمیکنه، از هر جا بیارید اوکی، هیچ مشکلی نداره. خب بذارید این اصلاح، مثلا این اصلاحش کنیم. مثلا این دیواره مثلا رفته اینجا، مثال میگم اینا رو میخوام بیارم توی لول هم بذارم، دو تا کوتاه بلند بکنم و یه اصلاحی روش انجام بدم دیگه. رو که اینو کلیک میکنم میام توی قسمت مودیفای. یه دستوری که اینجا خیلی کاربرد داره و خیلی روش کار میکنیم دستور الاینه، AL. به وقت الاین رو میزنم مثلا میگم که این دیواره میخوام این لایه داخلیش با این لایه داخلی این توی یک لول قرار بگیره، یعنی توی یه راستا قرار بگیره. میام این لایه داخلی ببینید، میام اینجا این انتخاب میکنم، این اکستند رو با هم کلیک میکنم روش. حالا اون لایه‌ای که یا اون وجهی رو که میخوام این دیواره باش توی راستا قرار بگیره رو انتخاب میکنم. مثلا الان میخوام داخلی قرار بگیره، ببین میاد روش آبی میشه. بعد میتونم قفلش کنم. اگر قفلش بکنم این دوتا رو، اگر من اینو تکونش بدم اون پایینی هم باش تکون میخوره دیگه، رو هم قفل شده. من که بازش کنم بتونم اینو جابجاش کنم. اوکی. حالا یه بار دیگه مثلا این رو میخوام با این الاینش کنم. مثلا اینو میخوام بیارمش پایین. الاین، این بیرونیه رو میگیرم، خودش اکستند میده، میام روی این کلیک و تمام. خب اگر دیواری نچسبیده بود، مثلا اینجوری بود، چه میدونم پلنتون مثلا کجکوله بوده ذره اینجوری بودش، مثلا مهم نیست. دستوری داریم اینجا به نام تریم اکستند. این یک سینگل المنته، یه دونه مولتیپله. اگه مثلا الان یه دونه اینجاست یه دونه اینجاست، اینا رو باید این سینگل استفاده کنیم. ولی مثلا روی این دیواره مثلا 5 تا از اینا قرار بوده، مثلا چون اینجوری قرار بوده بهش بچسبه، از این مولتیپل استفاده کنیم. حالا چه جوری؟ سینگلش به این صورت، وقتی من سینگل رو میزنم این زیر برای من مینویسه. اینجا رو ببینید نوشته select a reference as a trim extend boundary. هم تریم میکنه همون لحظه، هم اکستند. اگرش رد شده باشه براتون تریمش میکنه، اما این نرسیده باشه براتون اکستند میکنه. میگم اینجا برسون لطفا، اینم برسون بهش. تمام. حالا مولتی رو میزنم همون کارو میکنه، میگم بیا اینجا 1 2 3 4. حالا اگر احیانا مثلا اینا رد شدن از توی دیواره مثلا اینجوری، اوکی اینا رد شدن و میخوام اینا رو کوتاهشون کنم، دوباره همون مولتی رو میزنم، میگم برسونش به این خط پایینیه، این و این. یه بار دیگه کنترل زد برش گردونم، تریم اکستند، میگم برسون به این خط پایینی. این خط پایینی رو سلکت میکنم روی این دیواره، سلکت. ببین خودش مینویسه ای بابا چی میگه there are a selection box around our click parts of element to keep. من که این سلکتش کردم، اون قسمت ببین من اینجا رو اگه سلکت کنم این میاد پایین، اگه اون برای سلکت کنم این میره بالا. ببین اگه این بالا رو سلکت میکنیم، حالا پایین رو سلکت میکنم میاد پایین، پایین رو سلکت میکنم پایین. پس حواستون باشه که دارید کجا رو کلیک میکنید. خب من روشو برش دارم. این دوتا هم که با این دستور
در واقع تریم اکستند تو کورنر و هم میچسبن. این مهمه چون که یه سری دستورات مثلا فلور اگه به هم نچسبیده باشه شما نمیتونی بکشینشون. یه زمانی داره بهتون ارور میده، مثلا میگه آقا این خط رو درستش کن، اصلاحش کن، کوتاست، بلنده، تو هم تقاطع داره. بخونید ارورش رو و از روی همون ارور اینو اصلاحش کنید. اوکی. خب یه پلن خیلی ساده. حالا میخوام روی این فلور بذارم، یعنی یه کف میخوام روی این بکشیم. ببین بچه‌ها حواستون باشه وقتی ما داریم فلور رو میکشیم، بذار من یه پینت باز کنم به توضیح بهتون بدم. ببینید ما یه کف داریم اینجا، این فلورم. اوکی. این دیوار که میاد روش سوار میشه، با موس میکشم کج شد، عذر میخوام. این دیوار که میاد روش سوار میشه یه لایه نازککاری اینجا داره، این از دیوار زده بیرون، یعنی جلوی اینو پوشونده. پس داری دیوار فلور میکشید، این لایه رو حواستون باشه که نزنه بیرون، یعنی این به دیوار بیرون که نمیچسبه قاعدتا، این نماسازی روی دیوار بیرونی شما دارید، اینا حواستون حتما باشه. و کف داخلی اصلا همینو بهتون بگم. خب پس من میام اینجا یه فلور میخوام بکشم، دور میام تب آرکیتکت، فلور رو میزنم. ببین بچه‌ها این دفعه میتونم هم پیک وال کنم، هم پیک لاین کنم، هم با لاین بکشمش. اگه دقت کرده باشین اینا اصلا رنگش عوض شد و اینجا دوباره میبینید اینا همه تبع این شکلی شد. یعنی تو هر مودیفای یه بار با این پیک لاین میکشیم ببینیم چی میگه. پیک لاین رو برمیدارم، میگم این خب میاد اینجا برای من یه سنتر بهم میده. من تو تپ میزنم نگرفتش. اگر روی وال بزنم ببینید ایرادش اینه که میاد این خط بیرونیه رو میگیره، بعد مجبورید اینو برش برید پایین بذارینش. اوکی. پس من اینو با لاین میکشمش، اینو میام مثلا با لاین اینجا رو دور تا دور میکشم. خب اینم از این قسمت رو بچه با تب انتخاب کردم، یعنی زدم پیک لاین. حالا اگر بخواید بزنید باید با تب انتخابش کنید، انقدر بزنید روش که آروم آروم تو خودش رو انطباق بده با اون خطی که میخواید و اوکی. خب ببینید الان ما اینو کشیدیم ولی یه موضوع هست، این پایینه. اوکی. این دیوار ما قاعدتا باید بیاد پایین‌تر قرار بگیره و با اینکه رو آسمون که نمیتونه قرار بگیره، باید یه فلوری داشته باشه و این میره در واقع این دیوار حالا میره روی این رو میگیره. بستگی داره به طرحتون. ببین بعضی موقع این فلوری مثلا میره داخل دیوار، این میره روی زمین میشینه. خب حالا اون یه چیزی داریم به نام در واقع بیلدینگ پد که حالا توی ساختمان‌ها میگیم که یه زیرسازی براش میکنیم، زیر رو برمی‌دارن فونداسیونه و بعد هم که ستوناست و دیوار میره رو فونداسیون میشینه. ما چون اینو اینجا نداریم مجبوریم این شکلی بکشیمش.
ولی دارم توضیح میدم که اینو باید بیاریم پایین، چون نمیتونه این شکلی روی هوا بمونه. اوکی. خب بذار یه برش بزنیم ببینیم که کجاها رو روی سیو از هم توضیح بدم که خب میام توی تب میام توی تب ویو و یه سکشن میزنم، مهم نیست کجا، دوباره روش کلیک میکنیم میریم توی. ببینید خب یادتونه اینو بهتون گفتم، اینو مثلا میتونیم اینجا جمعش کنیم. اوکی، از این منم همینطور در همین حد کفایت میکنه دیگه. حالا من این رو میخوام کپی کنم بزنمش بالا. گفتم راحت ترین راهش اینه که بیاین روش کلیک کنید، این قسمت کلیپ بورد، کپی، پیست، الاین از selected levels و خب گرونده که کشیدیم. پس فرست رو میخوام 3 4 5 6 زیر زمینم که بذاریم. خب بریم توی ویو و قاطع این 6 رو نمیخواستم اشتباه کشیدم. ببینید بچه وقتی سه بودیش میکنید شیفت رو نگه دارین، این کروزر وسط موس هم بگیرید، عین اوربیتش میکنه این شکلی میچرخه. خب ببینیم خیلی سریع برای ما یه در واقع ساختمون رو پلانی که ترسیم میکردیم کشید. این خطا رو میبینید، این البته مشکل گرافیکی نیستش، اینا نشون میده که تو چه لولی است. وقتی میام جلوم ناپدید میشه. اگر اون ضخامت نازوکاری گفتم رعایت نکنید پلانتون همینجوری خطدار دیده میشه. اینجا من یادم رفته مثلا این دیوارا تا پایین باید بیاد. اوکی، یادم رفته، میام روی اینا وای میسم، توا میزنم، همه رو میگیرم، میگم آقا بیس من از کجا بوده؟ از زیر زمین اول بوده. تمام. حالا من زیر زمین اولم و اینجا فارسی نوشتیم، اینجا اصلا پلانش فرق میکنه، چون جای راپلم هستش، بعد مثلا چون جای انباریامه، موتورخونمه و هزار یک چیز دیگه، مثلا پارکینگ، مثال میگم، رمپ هم مثلا یه جمله رفته تو و هزار یک داستان دیگه. یا اصلا نه، همون پلان بالا، همین پلانه این رفته پایین، یا روی کش وای میستم میذارم سه بودی. خب اینه که من وصل شده اینا رو قبول میکنه اصلا من، چون این اگه بزنید همین یه دونه رو انتخاب میکنه براتون میکشه پایین. اوکی، ولی وقتی من اینا رو انتخاب بکنم وقتی چین میزنیم اون که به هم چسبیده رو چین میکنه، که جدا هستن قبول نمیکنه. میگم آقا اینم لطفا برای من بفرستش زیر زمینه اول، از بیس هم دوباره تغییر دادم رو زیر زمین اول، میام اینجا تو زیر زمین رو میبینم برای من کشیده، با یک کلیک هم میتونم به راحتی فاین و بازیش کنم. خب این از این. پس دیدین که یه پلان چقدر ساده میتونیم بکشیم و بعد اصلاحش کنیم. حالا اگر من این دیوارا رو مثلا چه دارم بیارمش اینجا یه ذره بکشمش درازش کنم، میگه که یه سری المنتاتون عناصرتون نمیتونه مثلا این، یعنی این دیوار کوتاه شد، این دیوار دیگه اینجا وجود نداره و ببینین این دیوار داره از بین میره، این دیوار رو هوا موند. اینا هم دقیقا قرمز شد. میگه اینه نمیتونه فصل بشه، جوینت باشن با هم دیگه، اشکال نداره، نمیتونه کانت کیپ الان جوین، میگه ما جوین بکنش مثلا من نچسبم و کنسلش بزنم، آن جوین کن و اوکی، مشکلی هم نداره. حالا دیلیتش کن اصلا. بعد میام اصلاحش میکنم، این خطر رو اصلاحش میکنم، چون دوباره والو میزنم، وال رو میزنم، اسم وال خارجیمون 01 بود و این شکلی به هم چسبونمش. اینم همینطور، اینم میام با این و این به هم چسبونم. حالا چی اینجا به هم خورد؟ فلوره به هم خورد، چون رفتیم بیرون کفمون به هم خورد. کفم انتخاب میکنم، ادیت باندری رو میزنم، میگه اینه دستی انجامش میدم،
این دیلیتش میکنیم، اینم شیفتش میکنم بیارمش اینجا. اگه لاینم از اینجا به اینجا، مثلا لاینم از اینجاست مثال ماده اینجا. ببین اینو میام سریع با این و اینم با این بنظرم اوکی باشه. اوکی. خب حالا که وقت داریم در پنجره هم بهتون توضیح بدم. خب این بزنم چرا اینجوری شد. این رو باید تاپش رو ببریم بذاریم روی لول 5. ببینیم تو که فلو این درست شد. اوکیه. فقط فلو رو اینجا تغییرش دادیم ولی توی اینجا تغییر نکرد چون یه دونش رو تغییر دادیم. یه کاری میتونیم بکنیم، بیایم اینا رو برش داریم، اینی که درست شده رو کپی کنیم، حالا کپی لول و خب حالا کجا بودیم؟ زیر زمین اول بودیم، پس تا اینجا شیفت رو نگه می‌دارم، همه سلکت. اوکی. خب بذار اینا یه توضیح بهتون بدم. اول اصلا بچه‌ها می‌خوایم برش بزنیم، بذار من برش رو بگم چون اینا رو اصلاح کنیم و بعد بریم در پنجره اگه بخشه بهتون بگم. بیام توی این لول‌ها و من برش دارم. بچه‌ها برای خط برش کافیه تو پلان قرار بگیره، هر پلن فرقی نمی‌کنه. و اون خط برش از جایی که می‌خواید بزنید قاعدتاً پله است، جایی که سرگیره و اون قسمتایی که مهم و حیاتیه یا می‌خواید که نقطه ابهامی داره می‌خواید به کارفرماتون نشون بدید. میایید توی تب ویو سکشن رو انتخاب می‌کنید. ببینید من سکشن از هر جا میتونم بزنم، از بالا به پایین، چپ به راست و از هر سمتی که دوست دارم. یه دونه اینوری میزنم. خب پس رو همین توضیح بدم. ببین اولا که این جهت دیدمون رو بهمون نشون میده. وقتی رو سلکت میکنید یک پنجره باز میشه، این عمق برش رو نشون میده. شاید مثلا من تا اینجا بیشتر نمیخوام ببینم. اوکی. ولی خب بیشتر عمق رو بذارید که اگر چیزی هستش رو براتون نشون بده. تمام این آیتم هایی که میبینید اینجا براتون نشون داده خواهد شد، ولی شاید لازم باشه برشتون شکسته باشه. یعنی چی؟ این برش از اینجا بیاد مثلا بشکنه بره بالا و اینور رد شه، تو این اتاق یا تو این بالا رد شه. چیکارش میکنیم؟ روش سلکت که کردین دیگه نمیاد اینو بزنید که ببرینش چون بریده نمیشه. ببین با این کار نمیکنه. روش سلکت میکنیم بالا، یه وقتی سلکت شد توی قسمت مودیفای این دوتا باز میشه، سایز کراپ و یه اسپلیت سگمنت رو میزنید. اونجا که میخواید بریده بشه سلکت میکنید، میاد رو قسمتی که بریده شده تکونش میدید. ببینید به همین راحت. قاعدتا تو برش که نشون میده این قسمت یه خط صاف بهتون نشون خواهد داد. این قسمت تو قسمت پراجکت بروزر میتونید تو قسمت سکشن ها سکشن یک رو ببینید. این روی این کلیک بکنید دوبار یا روی این آیکونش کلیک بکنید، روی بابلش کلیک بکنید میتونید. من روی این کلیک میکنم و برش رو میبینم. کراپینم بعدا توضیح بهتون میدم. خب ببینید الان چند تا ایراد داره. یکی اینکه این دیوار اینجاست چون ما این کف داریم اینجا، قاعدتا فونداسیون داریم و کف سازی این باید بیا روی فونداسیون بشینه و این زیر فونداسیونه و که اینو بهتون نگفتم چی هستش، ترسیمش رو در واقع خودتون بهتر میدونید. فعلا فلوره. پس اینا رو اولا این ضخامتش چقدر بوده؟ جنریک فلورمون 30 سانت و حالا 4 30 سانت و 4 میل. من چیکار میکنم؟ این دیواره پیرامونی رو تپ میزنم، همه رو میگیرم. اوکی. مثلا گرفت که اینجا وای میستم تپ. خوبه. خب میایم اینجا برای اینکه ترسیمون درست بشه و اینا، خب این قاعدتا
روی کف ساخته نمیشه، روی فونداسیون ساخته میشه و اون مسئله خودش داره، ولی برای پس ترسیمون دارم عرض میکنم. بیسمون رو، بیس آفستمون رو منفی 3048 میذاریم. تمام. اوکی؟ پس منفیش میکنیم. خب برمیگردیم توی سکشن. اولین آیتمون درست شد، ولی یه ایرادی داره. دیوار روی سقف میاد، از توش رد نمیشه. دیوارا از توی سقف رد نمیشه. میتونید دیوارا رو پارت به پارت کپی هم بکنیم، مثلا یه لولی کشیدیم کپیش کنیم بذاریم بالا. ولی یه دستوری داریم به نام جوینت. اینجا جوین راست میتونیم با این اصلاحش کنیم. ببین من روش کلیک میکنم، جوین رو میزنم، میگم این هستش و این. ببین چجوری شد. این دیوار اومده، این سقف اومده پشت دیوار، پشت این نازوکاری قرار گرفت. ولی میگم این هست با این. اوکی. و اگه پایینم باز کنید، حالا آن جوین داریم و سویچ آن اوردر داریم که فعلا ما با خود جوین کار داریم. پس میتونید اینا رو اصلاحش کنید دوستان عزیز. دستوری که مسئله ترسیمیتون رو درست میکنه. این هم همینطور. کجا داره مثلا و اینجا و بقیه هم که خودتون زحمتش رو میکشید. اوکی. خب پس دیدید که چقدر سریع برشمون آماده شد. این اول موردش، یعنی بسیار سریع آماده شد و این اولی موردش. دومی موردش اینه که ما 4 تا نما داریم همین الان. این یک نما، دو نما. بذار من این سایه‌اش هم روشن کنم که حالا نه در پنجره نداریم. بذار من در پنجره‌اش هم بذارم که فقط در پنجره فقط میخوام بذاریم. فعلا لود نمیخوایم بکنیم، هیچ کاری هم نمیخوایم انجام بدیم. فعلا صرفا گذاشتن در و پنجره است، همینطوری برای اینکه فقط بدونیم چجوری میخوایم بذاریم. میرم تب آرکیتکت، در رو انتخاب میکنم تو گراوند فلور. درایی که داریم فعلا یه سینگل فلاش، یعنی در یه تکی، حالا ابعادش هم اینجا نوشته. این هم میتونید بچه‌ها برید داپلیکیت کنید و حالا مثلا چه میدونم اون چیزایی که نیاز دارید. شما یه ارتفاع است که میتونید عوضش بکنید، استانداردش بکنید، و یه عرض. اوکی. مثلا عرضمون رو کجا دارم عرض باشه، عرضش مثلا 91 سانت و چون 44 مثلا 4 میل و 400 میل. اینو مثلا میذاریم 1. اوکی. فعلا میخوام همینجوری بذاریم. ببین میخوایم در رو براش انتخاب بکنیم و بذاریم. فکر کنید مثلا ما همین یه دونه در داریم و میخوایم در رو بذاریم. لود فامیلی رو بهتون نگفتم هنوز. در رو وقتی میخوایم بذاریم، اولا در رو فقط روی دیوارها میذاره، یعنی خودش میدونین در باید روی دیوار قرار بگیره. نه ولی موردش، یعنی شما نمیتونید اینجا در بذارید. ببین البته اخطار میاد. من هر سمتی که اینو بذارم، اولا که فاصله ها رو به من نشون میده، بعد میتونم با کلید تب و با کلید اسپیس بار اینو عوضش کنم، چپ و راستش کنم و به راحتی هم اصلاح میشه. این یه دونه اینجا داشتیم، یه دونه اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم، یه در دیگه رو به بیرون باز میشه، یه در رو داخل باز میشه، یه درم اینجا باز میشه، یه درم اینجا باز میشه. 3 تا در داریم مثلا. خب میخوام این در رو ببینم تو لول‌های دیگه دری وجود نداره. اوکی. اینم فقط تو این لول من دارم این شکلی میبینم. لول دیگه باید تنظیمش بکنم. اینو من میتونم چجور میتونم همه رو کلیک بکنم و انتخاب بکنم برای لول‌های دیگه. ببین این نمیتونم تپ بزنم روش بگیرتش. کلیک راست میکنم روش، سلکتش میکنم. کلیک راست و select all instance. در کل پروژه همه سلکت شد. کپی پیست الان 11 تو گرام فلور. این بالا تو زمینم میخوام بذارم.
این هم میذاریم اینجا اینجا اینجا. 6 که نداریم. خب توی تمام فروشامون تا تمام پلانامون در اومد. لول 5 که بام شد تقریبا جورایی. خب این از درام. دوباره میام توی گراوند و پنجره رو انتخاب بکنم. ادیت میزنم. البته پنجره خیلی متنوعی داره. حالا بهتون توی جلسه توی ویدیو دیگه آموزش میدم که چجوری اینو لودش کنیم. 0.1 ارزش رو میذاریم 1.5 متر، ارتفاعش رو میذاریم 1.5 متر. اوکی. یه گزینه اینجا داره به نام سیل های، همون اوکابی خودمون از بچه‌ها. حالا ایران اوکابی 1.10 میگیرن، حالا ما همون 1 متر میذاریم که زیاد سخت نگیره. خب پنجره هم رو به جهتش رو به داخل و خارج داره قاعدتا. کف پنجره و آیتم های دیگه شون هم میتونید با این جابجاش کنید. خب یه دونه اینجا میذارم، اینجا خونش خیلی پنجره داره مثلا. حالا بعدا یه پلان کاربردی رو با هم کار میکنیم و ببین هر جا که باشه این دیواره کج باشه، صاف باشه نکنیم. تو این کرو هم میگیره ازش میبینیم. و دوباره من سلکت کلیک راست در کل پروژه تمام و الان توی گراندیم و پیستش میکنیم. من شیفت رو میگیرم تا اینجا کلیکش میکنم تمام شد. خب دوباره برش رو نگاه کنیم. پنجره ها رو هم برای ما گذاشته دارم. چرا بالا رو اصلا نگرفتش در کل پروژه. و خب توی گراند فلور بوده، میان تو فرست 5 که نمیخوایم، زیر زمین کپی میکنم. خب اینم که گفتم چجوری اصلاح کنید، میاد روی این اد البو میزنید و میاریش بالا و اصلاح تموم شد. خب ببینید که چقدر سریع برای ما کشید و حالا ویوهای مختلفش رو میتونید داشته باشید. توی نماها هم به همین صورت هستش. ولی خیلی ساده است. البته این در و این در که باید اصلاح بشه قطعا باید حذف بشه، ولی صرفا بحث ترسیمیش بود که با هم کار کردیم. اینجا هم میتونید توی این ویو اگر اینا ایراد داره جابجاش بکنید. خب امیدوارم که استفاده کرده باشید. حمایت هم یادتون نره لطفا با لایک و سابسکرایب کردن و زدن اون زنگوله پایین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.